احکام طهارت، انواع مطهرات پنجم، انقلاب. در ویدیوی ذیل احکام طهارت با فتوای حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی نشر شده است. در مسئله 192 می فرماید اگر شراب خود به خود یا با ریختن چیزی مثل سرکه و نمک در آن سرکه شود پاک می گردد و آن را انقلاب گویند. در مسئله 193 می فرماید شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند یا نجاست دیگری به آن برسد و سرکه شدن پاک نمی شود. در مسئله 194 می فرماید سرکه هایی که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند نجس است. در مسئله 195 می فرماید اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل دانه های انگور و خرما باشد و بخواهند سرکه درست کنند اشکال ندارد، بلکه ریختن خیار، هویج و بادنجان و مانند اینها در آن هرچند قبل از سرکه شدن باشد نیز اشکال ندارد، مگر این که پیش از سرکه شدن مسکر و مست کننده شده باشد. در مسئله 196 می فرماید آب انگوری که به آتش یا خود به خود جوش بیاید خوردن آن حرام می شود و اگر آن قدر بجوشد که 2/3 آن کم شود و 1/3 باقی بماند حلال می شود و اگر ثابت شود که مست کننده است چنانچه بعضی ها گفته‌اند در صورتی که آب انگور خود به خود جوش بیاید مسکر و مست کننده می شود تنها با سرکه شدن حلال می شود. و در مسئله 110 در ویدیوهای گذشت که آب انگور با به جوش آمدن نجس نمی شود مگر آن که شراب شود. در مسئله 197 می فرماید اگر 2/3 آب انگور بدون جوش آمدن کم شود چنانچه باقی مانده آن جوش بیاید در صورتی که عرفاً به آن آب انگور بگویند نه شیره بنابر احتیاط لازم حرام است. در مسئله 198 می فرماید آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه حلال است، ولی اگر جوش بیاید تا انسان یقین نکند که 2 قسمت آن کم شده حلال نمی شود. مسئله 199 اگر مثلا در یک خوشه گوره مقدار انگور باشد چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود آب انگور نگویند و بجوشد خوردن آن حلال است. در مسئله 200 می فرماید اگر یک دانه انگور در چیزی که با آتش می جوشد بیفتد ولی بجوشد و طوری در آن مخلوط نشود که از بین رفته حساب گردد فقط خوردن آن دانه بنابر احتیاط لازم حرام است.
مسئله 201 می‌فرماید اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده‌اند در دیگی که جوش نیامده بزنند. در مسئله آخری که 202 است در مورد انقلاب می‌فرماید آب غوره حکم آب هنگور را ندارد، بنابراین اگر به جوش آید پاک و حلال هست و چیزی هم که معلوم نیست غوره هست یا هنگور، چنانچه جوش بیاید حلال هست. تشکر از توجه شما بیننده های عزیز. اگر می خواهید کانال ما حمایت شود و تمام مسائل توضیح مسائل را ما در این کانال نشر کنیم، پس ویدیوهای ما را لایک کردن و به دوستانتان شریک سازید و سابسکرایب فراموش نشود.